سلام دخترا، امیدوارم که خوب باشین. من برگشتم با یه ویدیوی آموزشی متفاوت. قراره با 2 مدل متریال مختلف، یکی ارزون یکی گرون، این صورت رو میکاپ کنم. بریم ببینیم که چطوری متریال گرون با ارزون چقدر تفاوت داره. سمت راست رو میخوام از برند لوسمنت استفاده کنم برای پرایمر صورت. و سمت چپ صورت رو از پرایمر گرلن استفاده میکنم. قسمت پیشونی کمتر و قسمت گونه بیشتر، چون قراره به همه جای صورت پخش بشه. دخترها بافت پوستش رو ببینین. این سمت از متریال گرون استفاده کردم و این سمت از متریال ارزون. سمت راست صورت از کرم پودر لوسمنت میخوام استفاده کنم. خوابش رو روی صورت بچه ها ببینین. و سمت چپ صورت از کرم پودر نارس استفاده میکنم. دختر من خیلی نزدیک این خط نمیشم که پاک نشه، ولی به اندازه کافی فکر میکنم دیده باشین که من همه جای صورت رو میزنم. براشم بچه ها براش کیکو هست، برند کیکو، و خیلی براش خوبیه این براش پخش کرم پودرش. همین الان فکر میکنم میتونین مقایسه کنین قسمت های مختلف پوستو. این قسمتی که جوش داره من با یه براش کوچیکتر میزنم. میخوایم خواب کرم پودر روی جوشم ببینیم.
یکی از تفاوت‌هایی که توی این دوتا مدل کرم پودر می‌بینیم اینه که این سمت صورت که متریال گرونتر استفاده شده بچه‌ها خیلی طبیعی‌تر و خیلی پوشش سبکتری داره، ولی این سمت صورت پوشش پوست سنگین‌تره. درسته حالا پوشش پیدا کرده، قسمت‌های مختلف حالا لک و اینا پوشش پیدا کرده، ولی کرم پودر یه ذره سنگین‌تر از این قسمت صورته. اگر چیز متفاوت‌تری شما می‌بینین توی این دوتا متریال برای من توی کامنت ها بنویسین بچه‌ها. از کانسیلر فوراور برای قسمت راست صورت میخوام استفاده کنم که متریال ارزون تر هست. دخترها با این که این متریال ها رو دارم بهتون آموزش میدم که متریال ارزون و گرون، ولی اینم بدونین جزو متریال های ارزونی هست که کیفیت خیلی بالایی داره. روی قسمت چونمو زدم، خط لبخندم. قسمت زیر چشممو که با بلندر میزنم که کامل زیر چشمم قرار بگیره. پوششش رو ببینیم بچه‌ها، یه پوشش خیلی خیلی عالی داره. من یه ذره از این قسمتم میزنم. خب روبرو. حالا برای قسمت سمت چپ صورت از کانسیلر تارت استفاده میکنم که جزو متریال گرونه. زیر چشمم، قسمت خط لبخند و قسمت چونه. دخترها یه چیز جالب بگم، من زمانی که داشتم این متریال انتخاب میکردم برای اینکه روی صورت ایشون بزنم شما ببینین، رنگا رو تقریبا مشابه هم انتخاب کردم، ولی میبینین که رنگا خیلی تفاوت داره. وقتی روی صورت قرار دادم انگار رنگا خیلی متفاوت شد. الان کانسیلرها دقیقاً هم رنگ هم بود، ولی زمانی که میزنیم روی پوست کاملا متفاوته. خب کانسیلرها رو با هم مقایسه کنین. کاور هر دوتا کاور خیلی خوبیه، ولی این کاور سبکتر داره با پوشش خوب، این کاور سنگینتر داره و پوششش باز خوبه. پودر فیکس فوراور برای قسمت سمت راست صورت، متریال ارزون. بچه روی صورت میزنم، شما بافتش رو ببینید. پوششش همونطور که میبینین خیلی عالیه و یه بافت مخملی به پوست داد. برای قسمت سمت چپ صورت هم از لورا مرسیه استفاده میکنم. من که تفاوت خیلی زیادی میبینم بچه ها، شما رو نمیدونم. حتما دخترها کانال منو سابسکرایب کنین
به خاطر اینکه قراره کلی ویدیوی خوب براتون بذارم، کلی ویدیوی آموزشی خوب بذارم و حتما نظراتتون رو برام کامنت کنین بچه‌ها، چون برام خیلی مهمه، مخصوصا توی این ویدیو چون متریالا خیلی متفاوته، میخوام نظرتون رو کامل بدونم. خب دخترها، همونطوری که داریم میبینین سمت راست صورت که از متریال ارزونتر استفاده شده، یه بافت مخملی خوب داریم و اینکه صورت کاملا مخملی شده، ولی سمت چپ صورتمون رو دقت کنین یه بافت خیلی مخملی و خیلی نچرال تر داریم. یعنی این سمت چپ صورت با سمت راست صورت تفاوتش توی سنگین بودن و سبک بودن پوستمونه. و اتفاقی که تو قسمت سمت راست صورتمون افتاده، زیر چشممون یه کوچولو ترک برداشته، اگه دقت کنین خیلی کم. خب زیر چشم یه کوچولو ترک برداشته به خاطر متریال کانسیلر و پودر فیکسمون هست. ولی سمت چپ صورت که از متریال گرونتر استفاده شده و کانسیلر گرونتر، همونطوری که میبینین اصلا هیچ خط و خطوطی زیر چشممون نداریم. خب دختران، نظرتون رو راجع به این ویدیو به من بگین حتما و بنویسین دوست دارین دوباره از این ویدیوها براتون بذارم یا نه. دوستتون دارم، من رو دنبال کنین.